الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يعني نام های الله سبحانه و تعالی و صفات هایش گفتیم امر توقیفی، یعنی الله سبحانه و تعالی ما به همین نام های می نامیم که به همین نام ها الله سبحانه و تعالی کتاب قرآن به نامیدگی و یا که رسول صلی الله علیه وسلم پروردگارش به همین نامیدگی هم به یعنی حرکت کرده چیه باید که همین لفظ های قرآن نامیدگی که نامیم رب العالمین، یعنی الله سبحانه و تعالی الرحمن الرحیم گفتن. اما مسئله خدا گفتن این جایز یا جایز نه، یعنی نمیگیم که یعنی گفتنش حرام یا که بدعت گفتن نمیگیم، یعنی این مثلا میگن که ترجمه مثلا معنای الله تعالی میتونه چی میگن علی کل، لیکن بگیم که یعنی بهتر باید که مثلا خاصتا حاضره مثلا آدم ها حرکت کرده، یعنی جوان های مردم هم به تربیه کنیم که یعنی چی گوید الله سبحانه و تعالی گفتن، یعنی خدا خواهد نمیگود ان شاء الله میگود، خدا به شکر نمیگود الحمدلله میگود، ها با اجازه الله نمیگود یعنی باذن الله میگود. یعنی همین چیزای مثلا چه الله سبحانه و تعالی برای اینکه چیز مثلا ما چی میگیم سبحان الله میگیم، یعنی سبحان مثلا خدا نمیگیم که سبحان الله میگیم، همین چیزا باید که چی بیاریم یعنی تلفظ کنیم، یعنی نام الله سبحانه و تعالی میگیریم، یعنی بهتر از این چه خدا نمیگیم الله سبحانه و تعالی میگیم الله سبحانه و تعالی. نه